سلام رفقا، چطورید؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز اومدیم با یه ویدیو خیلی جذاب و دیدنی و خیلی ترسناک و اصلا دلم نمیخواد برای شما همچنین اتفاقاتی بیفته. یک شب باران شدیدی با آسمان به رنگ خاکستری در اومد. سارا دختر جوانی بود که به تازگی به یک خانه قدیمی در حومه شهر نقل مکان کرده بود. این خانه ظاهراً خالی و بی‌صدا به نظر می‌رسید، اما سارا همیشه احساس می‌کرد کسی او را تماشا می‌کند. یک شب وقتی که خوابش نمی‌برد، صدای خفیفی را از طبقه بالا به گوشش خورد. ابتدا فکر کرد صدای بارانه، اما وقتی خوب گوش داد متوجه شد که چیزی شبیه به قدم زدنه. با ترس و کنجکاوی تصمیم گرفت بره طبقه بالا رو بررسی کنه. با چراغ قهوه‌ای در دست به سمت پله ها رفت. هر قدمی که برمی‌داشت صدای قدم ها واضح و واضح تر میشد و ترسش بیشتر. او به طبقه بالا رسید و در تاریکی تنها سایه‌های مبلمان قدیمی را میدید. صدای قدم‌ها حالا به صدای زمزمه تبدیل شده بود. سارا صدای نرم و زنانه به گوشش رسید. قلبش تند و تندتر و ترسش بیشتر و بیشتر میشد. سارا، من اینجا هستم. با ترس به اتاق خواب قدیمی رفت و در را باز کرد. در آنجا یک آینه بزرگ وجود داشت که به دیوار تکیه شده بود. سارا با آینه نزدیک شد و ناگهان متوجه شد که درون آینه تصویری شبیه دختر جوان با چشمان خیره و چهره محزون به او نگاه می کند. سارا میگه کیستی؟ سارا با صدای لرزان پرسید. دختر در آینه لبخند زد، اما چهرهش به تدریج تغییر کرد و به چیزی وحشتناک تبدیل شد. من در اینجا گیر افتادم. تو باید کمکم کنی. سارا تعجب کرد. سارا به عقب رفت، اما در همان لحظه متوجه شد که دستانش به آینه چسبیده و نمیتواند بیرون بیاید. صدای دختر دوباره به گوشش رسید. فقط یک بار دیگه سارا، فقط یک بار دیگه باید بگویی که مرا فراموش نمی کنی. سارا با تمام توانش فریاد زد هرگز تو را فراموش نمی کنم. و ناگهان دستانش از آینه آزاد شد. او سریعا از اتاق خارج شد و در را محکم بست، جوری که صدایش به دور اتاق پیچید. صبح روز بعد سارا پس از یک شب وحشتناک بیدار شد. احساس کرد که همه چیز تنها یک خواب بوده و سراب می‌دیده. اما وقتی به آینه نگاهی انداخت متوجه شد که در گوشه آن یک یادداشت کوچکی وجود دارد. ممنون که به یادم هستی. سارا تعجب کرد. از آن روز به بعد سارا هرگز به آن خانه نرفت و باز نگشت و همیشه به یاد آن دختر در آینه بود. صدای اون هنوز در گوشش زنده است. بچه‌ها، امیدوارم از این نوع داستانا هیچ وقت براتون اتفاق نیفته، چون هر چقدر نیفته و بی خیال این ماجرا شید
من نمیگم به این نوع ویدیو نگاه نکنید، میگم خیلی هم نگاه کنید، باعث میشه که ترستون بریزه. ولی اگه بهشون زیاد فکر نکنین و بها ندید و ازشون نترسید، هیچ کاری باهاتون ندارد. خب اگر از این نوع ویدیو دوست دارید حتما یه سری به چنل خودتون بزنید و تا ویدیو بعد حتما مراقب خودتون باشید.